سلام عرض ادب خدمت استادای محترم بزرگواران مخصوصا سلام عرض ادب خدمت مؤسسین نهاد انسان و همکارانشان. تشکر از جناب بیک که ما را همراه آقای جلال معرفی کردن. تشکر از جناب شما. نماینده انسان است. میخوایم سخن خدا با ما چیز قول معروف مولانا صاحب میگن که انسان هم آرزوست افغان هم آرزوست. آغاز میکنم. شما دوغان جوجلال را میشناسین از ترکیه. میگن که یک روانشناس بسیار مشهور است، کتاباش 20 و 25 30 بار هم چاپ میشه و زیاد خوانده میشه. اون میگن که رابطه بین انسان ها شروع میشن، پس از او بین نهادها، بین اقوام، بین کشور و بین سطح بین الملل امی رابطه ادامه میکنه. اصلا رابطه آغازش از بین دو انسان است. به هر صورت یک بحث بسیار خوب بود برای ما. تشکر میکنم از شما. اگر بیایم به ارتباط موضوع زبان و ادبیات ازبکی و یا جایگاهش در جامعه افغانستان، مجبور هستیم که با متمدنی که حمایه زبان می باشه، از حمایه یا ادبیات زبانی که محصول یک تمدن می باشه، سری از یک اندازه بپیچیم. اولا نمی است که ما و شما مسلمان هستیم. زبان یکی از نعمت‌هایی است که خداوند بر ما داده. در قرآن شریف هم میگه و علم آدم الاسماء الحسنى. تمام زبان ها از اونجا آغاز میشه. ولی آمدیم که در تعریف مدرن زبان که امروز بحث میشن، زبان شناس ها بحث میکنن، زبان ها را تقسیم میکنن با فامیل های فرازی. خود زبان ازبکی هم یکی از شاخه ها، یکی از همو شیوه ها میگین یا لهجه های یکی از زبان های همو فامیل فرازی دارن که ارتباط میگیرن با فامیل زبان های اورال آلتای. قسمی که زبان پشتو مثلا زبان دری یکی از زبان های هند اروپایی است، یه فرازی است. اگر بخوایم که در زبان ازبکی یا زبان و ادبیات ازبکی در افغانستان جایگاهش اگر بگیم، باید بحث بکنیم سری از این که اما تمدنی که زبان حمایه کرده در افغانستان موجود بوده، بنان امی زبان در افغانستان موجود است. خب تمدن‌هایی که در افغانستان بوده فراتر از قوم بوده، چون امیال هم نمونه هایش هم میبینیم که در یک جغرافیا یک مدنیت به وجود بیاد، در اون جغرافیا هر قومی که زندگی میکنه با او شریک است. تمدن‌هایی که در افغانستان به وجود آمده یا کشورهایی که مدرن در زمانش تمام اقوام موجود افغانستان در شریک بوده. یعنی یک دولت‌های کانفدراسیون بوده. مثلا اگر تمدن بابری ها مرکزشان در کابل بود، پس به این قسمی که استادای محترم جناب گلکان صاحب، جناب استاد اشاره کردن، پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و اقوام ترک به اشاره کردن. ما بحث ما مربوط میشه به بخش قوم ترک. قوم ترک از این خاطر میگیم چون مدنیتی که در افغانستان بوده، از دیدگاه علمیش اگر بحث بکنیم، تنها ازبک ها نبود، تمام اقوام ترک دیجه شریک بودن. سلجوقی ها به دوره خودش، غزنوی ها در دوره خودش، خب بابری ها، تیموری ها در دوره خودش. مگم همیشه در محور یا مرکزی تمدن ها ازبک ها نبوده. مثلا افشاری ها و بعد از ترکمان ها، مثلا مخصوصا در سلجوقی ها مرکزشان در ترکمنستان بود، اینا رول خدا داشتن. ولی در تمدنی که در رأسشان مثلا ازبک ها بود، مخصوصا دور بابری ها
و تیموری هاست. بله، در افغانستان دوره بابوری ها و تیموری ها یک تمدن کی هست که او انکارش به نظر ما ممکن نیست. به هر صورت زبان ازبکی امروز در افغانستان اگر موجود باشه، ادبیات ازبکی در افغانستان موجود باشه و بحث شود، زبان کتبی، ادبیات کتبی داشته باشن، پس به این معناست که محصول اونا تمدن است. اگر بیاییم در بخش خود معرفی زبان و ادبیات، باید یک موجودی را که یا چیزی را که میخوایم معرفی بکنیم، به معرفی بگیریم، ما حتی انسان ها را هم اگر معرفی بکنیم، پدرش هم میگیم بچه فلانی، بحث میکنیم، به دور کلاسیکش مجبور هستیم بریم. در عموم در بحث زبان و یا ادبیات، تمام زبان ادبیات دنیا به چند فامیل فرازی تقسیم میشه. یکی از اونها فامیل اورال آلتایی است، قبلا که هم اشاره کردیم. زبان ترکی یکی از شاخه های زبان اورال آلتایی است و این خصوصیات خود داره. مخصوصا این زبان ها را میگن که زبان های پیوندی. و این پیوندی بودن باز زبان ژاپنی، کوریایی، مغولی و یک زبان دیگه است توموزی میگن، با هم شریک است. آخرین باری که مثلا زبان ترکی از دیگه شریکایش مثلا جدا میشن که نزدیکترین زبان به زبان ترکی مغولی است. پس از او زبان ترکی را به چند دسته تقسیم میکنن. یکی میگن پروتو ترکیش که ترکی بعد از او ترکی قدیم است، بعد از او ترکی کلاسیک است، بعد از او ترکی معاصر، زبان ترکی معاصر. خب پس زبان ازبکی در کجای از قرار داره؟ اگر مشخصا تاریخ اگر بتیم، قبل از سده های دوم میلادی میگن که پروتو ترکش و بعد از ایش ترکی قدیمی است که دوره های ترکای اورخون، دیگه اویغور هاست، دوره اویغور ها و قاراخانی هستند تا سده های 11 و 12. در سده های 11 و 12 زبان ترکی در دو مرکز متفاوت از هم جدا شکل میگیرن. یکیش که ادامه همو زبان ترکی قدیم است که با نام زبان چغاتایی و دسته دومش مرکزش مخصوصا در آناتولی که امروز ترکیه امروزی است، دوز یک زبان دیگهش ادبیات دیگه شکل میگیرن. زبان چغاتایی را یا ادبیات چغاتایی را میگن ترکی شرقی و دیگهش هم میگن ترکی غربی. باز ترکی غربی هم به دو دسته تقسیم میشن که یکیش بعد از سده 16 که امروز زبان ادبیات آذری را تشکیل میدن و دیگهش زبان عثمانی هاست و ترکیه امروزه ترکیه. در بخش چغاتایی که اگر بیاییم، زبان ادبیات چغاتایی در سده 12 13 شکل میگیره. این نام چغاتایی اصلا نامگذاری از این در قرنهای بعدی از مستشرقین غربی نام گذاشتن. در واقع خود امو نویسنده های زبان چغاتایی بر نامش میگن که ترکی از زبان ترکی، ترک دلی، ترکچه به این شکل نامگذاری کردن، یعنی زبانشان ترکی گفتن. بعد از قرنهای 13 شکل میگیره تا قرن 15. در قرن 15 مخصوصا آغازش از سکاکی است. در قرن 15 دور کلاسیک زبان چغاتایی شروع میشه که از جمله دور حضرت نوایی است مثلا. بعد از او در قرنهای تا قرن 17
زبان چغاتایی دور کلاسیکش آغاز میکنه، باز دور سقوط زبان چغاتایی شروع میشن تا قرن 19. در قرن 19 تو امروز که میگیم که مثلا زبان قزاقی، زبان ازبکی، زبان مثلا قرغیزی، ترکمنی، اینا از بدنه زبان چغاتایی جدا میشن، ولی میراثدار زبان چغاتایی زبان ازبکی و زبان اویغورهای چین است. از این خاطر بحث میکنیم دور قدیم زبان ها، به خاطر از این که یک زبان نوشتاری یک دفعی به وجود نمیه. اصلا تولید زبان در مرکزهای فرهنگی، در مرکز مرکز تمدن قوت میگیره، با سقوطی از او سقوط میکنه. یک چیز طبیعی است که زبان به وجود میایه، سقوط میکنه، ضعیف میشه، قوی میشه. در یک بحث اشتراک داشتیم در ترکیه، یکی از علمای زبانشناس ترکیه تشویش ازیره داشت که مثلا زبانهای، یا ما میگیم که لهجه های آناتولی از بین میره، از این که زبان مروج در ترکیه امو لهجه استانبولی است. جوابشی بود تشویش نکن، همیشه لهجه ها تولید میشه، قوی میشه، از بین میره. به می شکل هر زبان از خود لهجه داره، شیوه داره، یکیش ضعیف است، دیگهش قوی است. کدامش که در مرکز تمدن نزدیکتر باشه قوی میشه. در زبان ازبکی، زبان ادبیات ازبکی هم امیال که مروج است لهجه تاشکندی است. چرا؟ به خاطر از این که چه در محوریت تمدن بابری ها و قبل از او تیموری ها و دور مغول ها، مرکز تمدن ای زبان در ازبکستان بوده. از او خاطر وقتی که زبان نو یا زبان معاصر ازبکی مطرح میشن، پس زبان امو مرکز تمدن مطرح میشه. ولی این هم نباید فراموش بکنیم که زبان ادبیات ازبکی از لحاظ گرامری و هم از لحاظ تولید متون از دیگه شیوه ها دوامدار متاثر بوده. مخصوصاً استادای محترم به یاد دارن یک کسی را به نام اسماعیل گسپرانی میگن. در قازان، مرکز تاتارستان، یک فصل نوی را آغاز کرد، مخصوصاً توسط روزنامه یا هفته‌نامه ترجمان. در اونجا چاپ میشد، از این طرف تا استانبول، تا تاشکند، تا ترکستان شرقی در یک هفته میرساندن و او تقریبا در قرن 19 اما آخرین نفسهای زبان چغاتایی بود. امروز زبان ادبیات ازبکی را اگر مطالعه بکنین، از شیوه تاتاری ها متأثر شدن، به خاطر از اینکه وسیله های اونمو متون های کتبی بود که به تاشکند می آمد و به تاشکند خوانده می شد. در تاشکند زبان ادبیات ازبکی نو که میراثدار زبان چغاتایی قدیمی است تشکیل می شد، از او تأثیرها برای خود برداشتن. به هر صورت آمدیم در بخش خود در افغانستان. زبان ازبکی یا زبان میراثدار زبان ترکی چغاتایی چه وقت زیادتر مطرح است؟ از اول یک زبان ترکی در اینجا بود به نام ترکی چغاتایی. پس از اینکه ترکی چغاتایی به چند دسته تقسیم میشه، نزدیکترین زبان هم
به نام زبان ازبکی مطرح میشه. زبان ازبکی شکل نو خود را بعد از اشغال شوروی ها در افغانستان که با ادبیات و یا با متنهای جدید، با اشعار جدید که مخصوصا متأثر از دور کمونیست هاست مطرح میشه. در افغانستان کتابا چاپ میشه که هفته‌نامه ها چاپ میشه به نام مثلا یلدز دمو دور به نظرم چاپ شدگی است و پروگرام های رادیو تلویزیون. به هر صورت در افغانستان شکل نو امی زبان یا که به شکل به نام کلاسیکی شکل زیاد بکنیم که زبان چغاتایی است. از او که در کلاسیک تر قدیمی ترش اگر بحث بکنیم زبان ترکی معاصرش که بحث بکنیم زبان ادبیات ازبکی امیال که موجود هست اینمی زبان است. باز پس از سقوط کمونیست ها در افغانستان خب نه تنها در زبان ازبکی بلکه سر از هیچ زبانهای موجود افغانستان یک سرمایه گذاری صورت نگرفته، ولی پیشتازتر بود نسبت به دیگر زبانها چون که مواد خام در ازبکستان آمده بود. پس از آغاز دور آقای کرزی یک تعداد تشبسات مخصوصا توسط یک عالم آلمانی بود که از یک طرف زبان ازبکی رسمی شد و از یک طرف کارها شروع شد. بنان بعض قاموس ها نوشته شد، شاید جناب استاد کوکن دوجه هم سعیم باشن و بحث ها در تلویزیون، در رادیو و این زمان روزنامه ها، هفته‌نامه ها چاپ شد و امروز هم که از او کدر بیشتر حتی در دوایر دولتی از نقطه های مهم مثلا به زبان و ادبیات ازبکی نشرات دارن و بحث میشه. خلاصه دور تسلسل یا جریان امی بحث زبان و ادبیات ازبکی از دور قدیم تا امروز از این قرار است. یک چند وقت پیش ما یک ویدیو داشتیم سر این بحث لهجه. زبان ازبکی لهجه هست و یا یک زبان مستقل هست. یک ویدیو در طریق فیسبوک نشر شد. این بحث از اینجا پیدا شد که مثلا یک تعداد جوانای ازبک از ترکیه فارغ شدن، مثلا اینجا آمدن زبان خودشان به زبان ازبکی نوشته میکنن. اینا مطرح کردن که زبان ازبکی یک لهجه است، بنان در مقابل از این نسبتا عکس العمل بود که نه زبان ازبکی یک زبان مستقل است. مطرح شد بی بحث در فیسبوک. اگر بخوایم سری ازی بپیچیم، این موضوع یک موضوع علمی است. بحث اگر از لحاظ علمی بحث بکنیم یک زبان و یا یک لهجه با هم چی تفاوت داره. رادلوف یکی از مستشرقین مشهور روسی است. ومبری یکی از مستشرقین مجارستان است که قول اوناست. مثلا مخصوصا در سر زبان و لهجه های ترکی بسیار تصنیف هایی دارن، بحث دارن. از دیدگاه اونها یک زمان مستقل بودن میتونن که مثلا کلمات مخصوصا اساسی اعضای بدن است، ضمایر است و یا هم اسمهای اعداد مشترک نباشه، پس زبان مستقل است. اگر وی کلمات اساسی با یک زبان دیگر مشترک باشه، پس زبان با هم نسبتش یک زبان مستقل نی، یک لهجه است. پس همین نسبت نه تنها به زبان ترکیه، به زبان ترکمنی هم میتونیم نسبت بدیم، به زبان قزاقی هم و قرقیزی هم و یک زبان تاتاری که مخصوصا
در مرکز روسیه که مطرح است، با اونها نسبتشان لهجه است. پس وقتی که زبان ازبکی از این دیدگاه ببینیم که مثلا یک لهجه زبان ترکی هست، پس متون و یا دستاوردهایی که دارن در زبان ترکی دیگی که در افغانستان مطرح است، مثلا زبان ترکمنی که یک تعداد از برادران ما ترکمن ما نوشته میکنن، ادبیات دارن، متونهای مطبوع دارن، بسیار از بحثایش مشترک می باشه با او، متونهایش مشترک است. نه تنها امروزش، حتی در دور قرن 18 مثلا مخصوصا مختوم قلی که از شاعرای مشهور ترکمن زبان ترکمنی هست، او ادعا میکنن که ما زبان چغاتایی را یا داشته های زبان چغاتایی را با زبان یا با یک لهجه خاص ترکمنی برای ترکمن ها افاده کردیم. به هر صورت ما نمیخوایم دامنه سخن کشاله بکنیم، چون به نظر من وقت ما تقریبا تمام است. تشکر از آقای جلال و از همکارانشان که این بحث امروز، شرایط بحث امروز برای ما مساعد کردن، و تشکر از توجه دیگر برادران.